سلام به همگی با یه ویدیو جدید از شاموین. من آروینم، این آرشامه، ما شاموینیم. خوش اومدین به ویدیو جدیدمون. آرشام جان اگه یه خورده مسخره بازیشو تموم کنه. من مسخره زاده شدم. من اول یه دبه مسخره بودم، توم یه بدن انداختم شدم دبه مسخره بدندار. مهمون داریم. این پرده صدتون هیئت داره؟ مهمونمون اینجاست، فقط صدا داره. فقط صدا داره. صدا داره. آره. از بی صدا نیست، بو نداره ولی صدا داره. الان که تو در مورد این هیئت امام حسین داری نظر میدی، پشت آجره الان این پشت ادیت یه آجر زیبای شاموین این بالا. نمیدونم اینجا هست. آب ندارد نوشابه دارد امشب حرم حال علی آره خب امروز اومدیم با یه کانتنت زیبا نو در سبک خودش، تا الان کسی ندیدن بره واقعا. دقیقاً. اصلا همین الان از ذهنم ریخت بیرون. چیه؟ ریاکت به ویدیوهای شد و پرده اینستا. هیچ انجام نده ولی مجازات داریم. نه مجازات داریم. هر کی که بیشتر بخنده نه اینکه نمیشمریم، ولی خب اونجا یکی اون پشت هست که حواسش هست. هر کی خندش بیشتر باشه ته ویدیو مجازات میشه. مجازات نمیدونم چی ولی یه چیز میخوام. خب نه این میشه try not to laugh. نه try not to laugh نه. میتونی بخندی. یعنی باید کنترل هم کنی. من کنترل نمیکنم. جغد برنامه. تنها گرمایشمونه. آره. من کنترل نمیکنم. اگه دست من دیدین اینجا این بالا سر جغد است. وایسا. کنترلت میکنم. دورتو میبرم بالا. بیشتر خاموش شو. خوبه؟ آره خوبه. خب کنترلت ولی تمام چی فرق کنه. من گفتم تو خفه شو. بریم سراغ ویدیو. مجازات تعیین نکردیم ولی تعیینشو میکنیم. باز با بشین بریم. بازم نه دیگه اینجا دست بزنیم. دست. بریم ویدیو. سلام، لطفاً یه پیتزای گارچ و گورچ. زارت پورت. خندیدی؟ یه نوشابه میدی من برم؟ تو دست در نکنه. مرسی. زارت و پورت. زارت خندیدی؟ من میخندم. من میخندم. خب همین الان مجازات آماده کنم. من فکر کنم. من تو ویدیو در حال فکر کردم. من قبول میکنم. یه حمالی ازت میکشم. بی خود کردی. غلط کردی. بریم دومی. همه چی برقی شده. کتونی برقی دیده بودی؟ این فیلمو از دست نده ببین چی آوردم برات. یا خونه خرید 30 میلیارد تومان نداره. اندازه یه ویلا فقط سند این کتونی. یه رنگ کتونی که برقیه براش. کابل شارژر. اینا شارژرش. نکنه شوک میده پا. مثلا کتونی در حال شارژ. بابا پا کجایی؟ خب ما نیم ساعت همه دریم. چی میگه؟ یه نیم ساعت واسه کتونیم شارژ شه. بردواری باحال بود. کتونی برقی. یعنی خب میزنی وقت چی کار میکنه؟ ببین الان دیدی منم همیشه دیر میام سر همینه. کفشامو شارژ میکنم. دمپای پاته یزید. تو از اینا پاته. مال خودته. شبیه همینا پاته. مال همومه. بده ببینم. بده بیا. نه از اینا پاشه. مال همومه. ما مثل هم نیستیم. من لاکژری میپوشم. تو نه بیخیال. لاکژری میپوشی. بریم بعدی. بسم الله الرحمن 12 شب بسم الله الرحمن شیشلیک مگه داری میخوری؟ ساق طلایی بدبخت بخور، تنها بخور. من نمیخورم. 12 شب ساق طلایی با چای واقعا میشه. آره بندازی توی دریا خشک میشه. خیلی خوب بود قیافش. بدبخت خجالت بکش از ساق طلایی خودت. خط ببین فیلم ها تعدادشون زیاده که کوالیتیش پایینه. آرتین مامان بله. یه چند تا سوال ازت میپرسم زود تون سری جواب بده. باشه بابا چرا نمیپرسی؟ اول از تو میپرسم بعد از بابا میپرسم. سری جواب بده. فکر نکن سری.
متولد چه ماهی؟ مرداد. بچه کجایی؟ تهران. اسم مامانت؟ مرجان. اسم بابات؟ پیمان. اسم دایید؟ محمد. اسم خالت؟ سعد. اسم خودت؟ آرتین. اسم دوست دختره؟ آیلین. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. خب پاس کن. بیا حالا ما میریم اینو. بی خود تو برو. اول تو بپرس. بدون فکر کردن جواب میدم. متولد چه سالی هستی؟ 1383. چند؟ 1383. آروم میگم ولی زود میاد ذهنم. یه گفتی 43. 1383. آره خب. این 63 بود. 83. 83. 83. آره 83. باش. اسم بابات؟ داریوش. تریجی نمیکشی اسم باباتو. جا. خب. اسم عمت؟ سوسن سیمی نایافت. اسم پسر عمت؟ ندارم. نداری؟ ندارم. نداره. احمدو میشناسی؟ ها؟ میگم احمدو میشناسی؟ ها؟ احمدو نمیشناسی؟ احمد کیه؟ احمد محسن. احمد واسط. به حاجی ناموسن خیلی کم پول داد. من دیگه از فردا شب نمیرم. این اسکله داره چی کار میکنه؟ چی کار داره میکنه؟ داداش داری چی کار میکنی؟ بابا 1 ساعت رمز هلیکوپتر زدم نمیدونم کجا میره دهنم برو بابا مردم رد دادن به خدا. داداش به حاجی ناموسن خیلی کم پول داد. من دیگه از فردا شب نمیرم. این اسکله داره چی کار میکنه؟ یعنی خود دیتیه. داداش داری چی کار میکنی؟ من پای اینطور نمیشه. 1 ساعت رمز هلیکوپتر زدم نمیدونم کجا میره دهنم برو بابا مردم رد دادن به خدا. خیلی اومانم. داداش ما گروه شاموینمون یکی رو داریم که استاد ادبیات فارسیه. ضبط رو با تازه می نویسه. خیلی هنرمنده. این کار آرفی نمیگه. نه اصلا. امروز میخوام فعال باشم، برم بیرون، باشگاه برم، تمرین کنم، بارون میاد، جور باباش میرم عرق بخورم. امروز میخوام فعال باشم، برم بیرون، باشگاه برم، تمرین کنم، بارون میاد، جور باباش میرم عرق بخورم. میطلبه بی تربیت. خواب میطلبه. بابا آقای نشستن. آفرین. نشستن لب جوی گذر عمریدن. آفرین. پسرای گلم. آفرین. بنشین بر لب جوی و گذر عرقش آب ببین. گذر عمر به هیچ کار دیگه ای نکن. گذر عرقم رو فرق نمیکنه، میتونی عرق بریزی. آره عرق میریزی. برو کار میکن. یه چیزی بگو چیز کار. یکی هست میگه که سرمایه جا. دقیقاً میگه برو کار کن مگو چیست کار. یکی دیگه میگه بشین بر لب جوی گذر عمر ببین. من نیمخیز موندم نمیدونم چیکار کنم. یکی به تکلیف به من روشن. نکته مهمی اشاره کردی. باریکلا. میگی چی؟ قسمت نمیشه این کار. چه؟ علی ریاضی اصلا یه رینگ داشتی و یه قارپاق و یه لاستیک. خدا برادر نسازه بره حساب کتاب یاد ما داد. میشه 500 تومن. یه رینگ یه لاستیک یه قارپاق چی جور 500 تومن؟ این لاستیک این رینگ این قارپاق میشه 350,000 تومن. چه جو حساب کردی 350,000 این رینگ و لاستیک نه؟ اونم قارپاق 500,000 حساب ما خورد نکن. برو ماموکامو. چرا قیمار ریختن تو ماستا. شیرازی و کردی ریختن تو اجان قدیر وینچستر میخوام امشب قوقا کنم. وی کرا میریشی بریم بعدی. زر زدم زر میزنم بعضی وقتا. ناقابله. آروین این جغد استودیو چند؟ نمیفروشم. نه این چند؟ خودمونی بگو چند؟ 200 این چی؟ پایشه. این جغد استودیو چند؟ 200 تومن. واسه خودمونی تخفیفی بده. 150. بیشتر 100. ببرم اینجوری. باش.
آقایون محترم آرامش خود را حفظ بفرمایید. خلبان مرده. دقیقا خودم هم مکارم کنم. خیلی خوب بود آروین خیلی بیمزه بود. آقایان خانمان عزیز آقایان خانمان عزیز ادیتور برمیرده. خب تمامش کن. این بازی کثیف رو تمامش کنیم. واقعا من دیگه نمیکشم. خب مرسی از اینکه این بود از ویدیوهای امروزمون. دارم حرف میزنم. مرسی از اینکه این بود از ویدیوهای امروزمون. گاوی مرسی از اینکه ویدیو رو دیدی. لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله. با انرژی نمیگی بعد بگی لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره دوستان عزیز گل عشق من. خب امیدوارم که عشق کرده باشه. آرشام اینو ندیده. رو بیارم اینجا بزن. آرشام اینو ندیده چون ندیدم. نه می‌خواستم بزن. زنگوله رو هم بزنین بالاخره گرفتیم. زنگوله رو هم یادتون نره بزنین. خدافظ. خریه که بهش تیتاب دادن. تیتاب اینو میندازم گردن دیگه گم نمیشی. بیسو قشنگ گاو باید یکی از اینا داشته باشه. سریع یه جور بسید. خب مبارکت باشه آرشام جان. خوبه دیگه کمت نمی کنم عزیزم. بیا هیچ حد و مرزی نداری. نه واقعا نداری. مرزها رو رد میکنم میرم پشت ولش کن. خدا برسه به دادت. بریم. مرسی از اینکه دیدین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. این جغدمون هنوز اینجاست. یه جغد گرمایشمون. بریم 1 2 3 بریم. بشکن زدن بریم دیگه. بشیم بزن. نه خوب نشست. نادر که دوست منه. اسم زنش هم نادر است. گنگ خب اسوامی مثل که بازی میکرد. خیلی خوب بازی کردن. خب حتما هم اشیاءشون نادر پلاستیکی. میگم نادره پلاستیکی. حیوانش هم باشه نادر. نادر حیوانیه برای نادره دیگه. شبا تو دبه خیارشور میخوابی؟ نه داداش من تو ترشی لیته میخوام. آتیش میارم. میزنی ادیت میگم آتیش. 1 2 یه از این فلش گوشی من بیارم. نه نمیخواد بریم. نه از من بیارم. نه بس بریم. زهر مار بریم. چیکار میخوای بکنی؟ قام با مدت آشنا دعوا نداره.